به نام الله بخشنده و مهربان. قصه واقعی. یک مرد از شهرش به بریتانیا سفر کرد برای طبابت کردن. طبیبان او را تشخیص کردند و گفتند بیماری تو خیلی سخت و دلت سست و ضعیف است، باید تو را جراحی کنیم، اما خطرش جدی است، شاید بعد از جراحی زنده میمانی یا نه. مرد گفت من را رخصت دهید به نزد زن و فرزندانم روم و هر امانتی که از مردم گرفتم بازگردانم. بعد از آن آماده می شوم برای جراحی شدن. طبیبان گفتند تأخیر نکن، زیرا حالتت خیلی بد است. پس به نزد زن و فرزندانش بازگشت و چند ساعت با آنها نشست و با آنها خداحافظی کرد. مرد می گوید از خانه بیرون شدم و به یک دکانی که دوستم در آنجا کار می کرد رفتم و در نزد و یک دکان گوشت فروشی بود. من با دوستم سلام کردم و در آنجا نشسته به سوی دکان گوشت فروشی نگاه می کردم که یک پیرزن در دستش یک خلطه از داخل پرتاب استخوان‌ها و روغن‌ها و گوشت پاره‌های افتیده را جمع می کرد. و دوستم گفتم یک لحظه منتظر باش. به نزد پیرزن رفتم و گفتم چیکار میکنی؟ پیرزن با آواز خسته گفت ای پسرم، من 5 دختر خرد دارم، یگان نفر آنها را سرپرستی نمی کند. 1 سال می شود که یک لقمه گوشت را هم نچشیدند. دوست داشتم اگرچه استخوان هم باشد بوی گوشت را حس می کنند. و مرد در حال این پیرزن گریه کرد و او را نزد قصاب برد و گفت هر بار این زن نزد تو می آید و هر مقدار گوشتی که می خواهد از حساب من به او می دهی هر هفته. پیرزن گفت نه، لازم نیست، ما از شما هیچ چیز نمی خواهیم. مرد گفت قسم به الله هر هفته میایی و از اینجا گوشت میگیری. زن گفت فقط 1 کیلو لازم دارم. مرد گفت بلکه 2 کیلو به وی بده و مرد برای 1 سال پول گوشت را به قصاب داد. پیرزن میگریست و در حق مرد دعا میکرد. مرد میگوید وقتی به خانه در آمدم دخترم گفت پدرجان رویتان خیلی تغییر یافته است، چهرهتان کشاده است. وقتی که قصه را با وی نقل کردم بسیار گریست. گفت ای پدرجان، از الله میخواهم که شما را تیزتر شفا دهد، چون که دل شما چقدر صاف است. در همان روز به نزد طبیبان برگشتم برای جراح شدن. وقتی طبیب بار دیگر تشخیص کرد و حیرت زده پرسید ای مرد، در کجا طبابت گرفتی؟ گفتم برای چی میپرسی؟ طبیب گفت کجا رفتی؟ به کدام شفاخانه رفتی؟ گفت قسم به الله یگان شفاخانه نرفتم، فقط با فرزندانم وداع کردم آمدم. طبیب گفت نه، این سخنانت نادرست هستند، دلت دیگر یگان ذره بیماری ندارد. گفتم ای طبیب چی ها میگویی؟ گفت من میگویم دلت صحت است. آیا تو آن مرد نیستی یا به دیگر شفاخانه رفته طبابت گرفتی؟ از تو خواهش میکنم دارویی که استعمال کردی به من بگو. گفتم قسم من نگان دارو استعمال نکردم و این به سبب دعای پیرزن فقیر و دختر صالحه هم می باشد. ای برادر مسلمان و ای خواهر مسلمه، این پند است برای من و تو. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند دعوا مرضاکم بالصدقه، طبابت کنید بیماری‌هایتان را با صدقه دادن در راه الله. و وقتی رازگویی گفت موسی به ذات اقدس الله تعالی که یا رب از کجا یابم تو را من، چسان سازم به درد خود دوا من. جوابی شد که ای شیدای خسته، مرا یابی ز دلهای شکسته. همان چشمی که گریان و پرآب است، درون سینه اش سوز و خراب است. خرابی زلد آز آبادی نشان است، حریمش جلوگاه رحمان است.